چند وقته با همین؟ من هنوز نمیدونم چجوری راجع به خودم و حمید حرف بزنم به نظر وقیح نیام، ولی اولش رفتم که راجع به تو باهاش حرف بزنم، بلکه برگردیم به هم، شاید یکم تحمل مرگ علیار برات آسون شه. تو پیگیرش شدی یعنی؟ حمید آدم بدی نیست. دقیقاً چی شد فکر کردی حمید آدم خوبیه؟ آدم فکر میکنه خوشحال میشه از؟ هرچی حمید منو بیشتر اذیت کرده باشه، هرچی منو از دست حمید داغون‌تر ببینی. انگار تمام آرزوت این شده به من بگی ببین دیدی از یه سوراخ گزیده شدی؟ چرا خوبی پیدا کردی برای گفتن این به من؟ آفرین. یه بار تو دعوا گفت تو که به خواهر خودت رحم نکردی معلومه نمیشه روت حساب کرد. یه نفر تو دنیا نتونه اینو به من بگه، اونه.